اگه نمیخوای مفهوم مشروطه و اتفاقاتی که منجر به انقلاب مشروطه شد و سریع و مفید درک کنی، این ویدیو رو نبین. اول یه تصویر ذهنی بهتون بدیم. اگه یادتون باشه تو ویدیوی آقا محمد خان قاجار گفتیم که بعد از نادرشاه افشار اوضاع ایران به هم ریخت و همش جنگ بر سر جانشینی بود. این اتفاق مال کیه؟ اواسط قرن 18 میلادی. انقدر قدرت چرخید و جنگ و دعوا کردن تا حکومت رسید به قاجارها. آقا محمد خان هم که خب خیلی نتونست لذت سلطه و حکومت کردن رو بچشه و قدرت افتاد دست فتحعلیشاه قاجار. قرنی که پیش روی مردم ایران با شروع حکومت فتحعلیشاه بود، یکی از سخت‌ترین قرن‌ها و البته شاید استارتی برای آگاه شدن بود، قرن 19. اگه به تاریخ ایران نگاه کنیم می‌بینیم که دوران پادشاهی مختلف خیلی با هم فرق داشته. یه زمانی ایران پادشاهی به اسم کوروش داشته که الگوی حقوق بشر امروزی شده و یه وقتایی هم بوده که انگار همچین تمدن و شکوهی اصلا وجود نداشته. حالا اینکه چرا اینجوریه خیلی جای بحث داره. اول اینکه ایران خیلی مورد تهاجم حکومت‌های غیر ایرانی مثل اعراب و مغول‌ها قرار گرفته. از اون طرف هم از یه جایی به بعد کشورهای اروپایی و غربی همش افتاده بودن دنبال پیشرفت و مدرن شدن و همین مسئله باعث شد که قدرتمند بشن. تصور کنید که ایران سوار یه قطار بی‌مقصد بود که حتی روز به روز هم وضعش بدتر میشد، ولی کشورهای غربی سوار یه قطاری شده بودن که مقصدش رشد و توسعه بود. به طور مثال توی غرب عصر رنسانس، عصر روشنگری، انقلاب علمی و انقلاب صنعتی اتفاق افتاده بود که نتیجه چند قرن تلاش و پیشرفت بود، ولی مردم ایران از همه چی عقب افتاده بودن. طبیعتاً راههای ارتباطی هم که مثل امروز نبود که مردم بفهمن اونور دنیا چه خبر شده. قرن 19 قرنی بود که دور و بر ایران دوران قاجار رو 3 تا امپراتوری گرفته بود. روسیه تو شمال، عثمانی تو غرب و بریتانیا هم تو جنوب و جنوب شرق. آره جالبه که بریتانیا که از عثمانی هم غرب‌تر بود چطوری از جنوب و شرق ایران سر درآورده بود. حالا این موضوع شاید تو ویدیوهای دیگه راجعش صحبت کنیم. از روسیه هم که قبلا براتون گفتیم که همیشه دوست داشت مرزاشو رو به پایین زیاد کنه و تسلط داشته باشه. با ایران هم که کم جنگ نداشته در طول تاریخ. یکیش هم همین اوایل قرن 19 بود. حدس میزنید چی شد؟ آفرین، ایران از روسیه شکست خورد و عهدنامه گلستان و بعد هم ترکمانچای به ایران تحمیل شد. فکر کنم با توجه به تصویری که براتون ساختیم بتونید حدس بزنید چرا ایران شکست خورد. روسیه تزاری برای خودش پیشرفت کرده بود، ارتش سازماندهی شده، سلاح‌های بهتر، اقتصاد بهتر و تمام چیزایی که تو پیروزی موثره. اما ایران چی؟ دقیقاً برعکس. اول از همه وضعیت اقتصادی خوب نبود. پیشرفت صنعتی خاصی هم نکرده بودیم. از اون طرف هم وقتی جنگ میشد، عین دعوای خیابونی بچه محلهای مختلف جمع میشدن میومدن برای جنگ. ارتش سازماندهی شده و آموزش دیده‌ای در کار نبود. ایلهای مختلف جمع میشدن، ملحق میشدن به جبهه جنگ. استراتژی هم که اصلا هیچی. البته اینو بگیم که اینا مشکل از مردم نبودا، اتفاقاً دمشون هم گرم که هرچی در توان داشتن و میذاشتن. مشکل از این بود که حکومتی نبود که به فکر این چیزا باشه. حالا اینکه چرا سرنوشت این مردم همچین وضعی شده بود و خب شاید بشه گفت که خودشون هم توش نقش داشتن. بگذریم. حالا اینو بذاریم یه گوشه باشه، بیایم از وضع داخلی کشور بگیم. اولا که سیستم مالی و نظام مالیاتی درستی وجود نداشت. حکومت و حاکمای جای مختلف فشارهایی که مثلا از همین جنگ‌ها یا جای دیگه بهشون میومد و صاف میریختن رو سر مردم. از اونورم که خب جناب پادشاه نباید زندگی شاهانش یه خط هم روش میافتاد. دیگه هر کی زورش میرسید مالیات میگرفت و تو این مسیر تا به شاه برسه هر کی میتونه سهم خودشو برمی‌داشت. باقیش هم عوض این که خرج اصلاح مشکلات کشور بشه، خرج زندگی شاهانه میشد. مورد دوم این بود که کشور سیستم قضایی درست و حسابی نداشت. 2 مدل قضاوت وجود داشت. یکی قضاوت شرعی که توسط یه آخوند انجام میشد، اون یکیش هم قضاوت عرفی برای مشکلاتی که به دین و شریعت مربوط نمیشد. حالا اینکه چجوری اینا باید تفکیک بشن و کی درست میگه کی غلط میگه معلوم نبود. اصلا این قاضی‌ها طبق چه قانونی قضاوت میکنن و صلاحیت دارن؟ پارتی بازی و گردن کلفتی بود دیگه بخوایم ساده بگیم. مورد آخرم این بود که خیلی‌ها متوجه شده بودن که ساختار سیاسی کشور میلنگه. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا مملکت رو اینطوری نمیشه اداره کرد. باید این سیستم تغییر کنه. اینکه یک نفر به عنوان پادشاه و شخص اول مملکت باشه و قدرت مطلق داشته باشه دیگه جوابگو نیست. نمیشه که هر جور پادشاه دلش خواست رفتار کنه و عمل کنه، هیچ کس هم نتونه حرفی رو حرفش بیاره. شما تصور کنید که کشوری با این سابقه تاریخی و تمدن رسیده بود به جایی که وضع مردم خوب نبود، حکومت ناکارآمد بود، تو جنگا شکست می‌خورد و حتی اصلا معلوم نبود چجوری باید این کشور اداره بشه. مثل همه داستان‌های تاریخی یه عده روشنفکر و منتقد وجود داشتن که سعی می‌کردن نقد کنن و راهکار ارائه بدن. البته اینو بگیم که در دوران قاجارها یه زمان‌هایی خیلی محدود تن به اصلاحات داده شد، ولی اونم زیر سایه قدرت پادشاهی بود و دوام
زیادی نداشت. منتقدین و اونایی که سعی میکردن 4 تا اطلاعات به دست بیارن، 2 خط کتاب بخونن تا بفهمن چی درسته، مجازات میشدن، مبادا ستونهای پادشاهی به لرزه در بیاد. خب ما گفتیم که در همین اثنا غرب خیلی پیشرفت کرده بود. یه سری از ایرانیا به واسطه تجارت و چیزهای مختلف سفر کردن به اروپا. رفتن اونجا دیدن ما کجاییم، اروپا کجاست؟ ما داریم تو خونه‌های کاگلی با فقر و مریضی دست و پنجه نرم می‌کنیم. اینا خونه‌هاشون مرتب و منظمه که هیچ، جاده دارن، خیابون دارن، ماشینالات دارن و از همه مهمتر قانون دارن. و چیزی که واضحه اینه که قانون و مأمورش یعنی امنیت برای مردم. شما تصور کنید شکست توی جنگ، وضع داخلی بد و بعدش هم دیدن یه زندگی به مراتب بهتر. آثاری که ما داریم و این آگاهی رو نسبت به اون زمان میده از روشنفکرها و نویسنده هایی که تو رساله و کتاب و سفرنامه و نامه هاشون این وضعیت رو توصیف کرده بودن. یه اتفاق دیگه هم که افتاد این بود که ژاپنیا هم که تقریبا از دنیا عقب مونده بودن به خودشون اومدن و اوایل قرن 20 روسیه رو تو جنگ شکست دادن. اینم شاید یه زنگ بیداری برای ایرانیا بود که با روسیه رو هم میشه شکست داد. حالا همه اینا رو گفتیم، ولی چه ربطی به مشروطه داشت؟ اینو باید بدونیم که هیچ وقت یه انقلاب یا تغییر بزرگ یه شبه اتفاق نمیفته. تمام این مسائلی که خلاصه بهتون گفتیم سالها طول کشید تا مردم رو به یه خواسته برسونه، مشروطه. عموما هم مشکلات این مدلی تو ابعاد سیاسی نمود پیدا میکنه دیگه. هم نتایج سیاست حاکمان معلومه و هم مردم خواسته هاشون رو نهایتا تو سیستم حکومتی دنبال میکنن. مشروطه حالا چی بود؟ میگفت آقا قدرت پادشاه باید مشروط باشه، یعنی دیگه اینطور نباشه که حرف اون باشه، نظر شخصی اون باشه. باید یه سیستم قانونمندی داشته باشیم، مثلا عین فرانسه قانونگذاری انجام بشه، ساختار داشته باشه و پادشاه هم بشینه پادشاهیشو بکنه، دیگه تو امور اداره کشور دخالت نکنه به این شکل. خلاصه این خواست مردم شده بود دیگه. از اونجایی هم که موضوع صحبت ما خود انقلاب مشروطه نیست، دیگه به ریزه اتفاقات اشاره نکردیم. بیشتر سعی کردیم نکته سنجی کنیم تا ببینیم چی میشه که حرکت یه جامعه به سمتی میره. ولی اگه دوست داشتین در مورد خود انقلاب مشروطه بدونین، برامون کامنت بذارین تا ویدیوشو درست کنیم. بریم سراغ چالش فکری این ویدیو. یه مثالی هست که میگه آب دریا رو شما اگه بخواید گرمش کنید خیلی زمان میبره، ولی وقتی گرم بشه خیلی هم زمان میبره تا سرد بشه. مسیرهای منتهی به تغییرات بزرگ مثل انقلاب توی یه جامعه عین همون گرم کردن آب دریاست. خیلی اتفاقات ریز و درشت میفته تا این آب گرم بشه و به جنب و جوش در بیاد. ولی به نظرتون فرق ما و کشورهایی که سریع پیشرفت کرده بودن چیه؟ شاید تفکر.